ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби якум, гуфтори 16. بعد از سری کیقوباد نبیره او کیکاووس پادشاهی بگرفت و مقام به بلخ کرد. از بهر رفع ترک و هیچ کس را که به دشمنی شناخت زنده نگذاشت. و هنگامه های لشکرکشی کیکاووس از باختر و بلخ سر شده تا پهناهای سوخت و خوارزم و بابل و یمن طول می کشد. هنگامی محاربه ها در حدود یمن ملیک آن ذوالعذار لشکری کیکاووس را شکست داد و خود او را اسیر گرفته در چاه محبوس ساخت. رستم داستان لشکر کشیده به یمن رفت و کیکاووس را رهانید. کیکاووس بر پاداش این خدمت رستم را از بندگی آزاد کرد و سیستان و زابلستان به وی داد. عادت چنان بودی بر روزگاری ملوک فرس که همه سپهسالاران و سرهنگان و طبقات دیگر را همچون بندگانی درم خریده داشتندی و همگان را گوشواری بندگی به گوشها کرده بودندی، پیر و جوان و خرد و بزرگ. و چون در پیش شاه رفتندی عادت چنان بودی که هر یک کمر بالای جامه بستندی و آن را کمری بندگی خواندندی و هیچ کس زهره نداشتی که بی گوشوار و کمری بندگی در نزدیکی پادشاه رفتی. و چون رستم این خدمتی پسندیده بکرد کیکاووس او را آزاد کرد و گوشوار و کمری بندگی از گوش و میان او دور گرداند و تشریف‌های نیکو داد و نواخت‌ها فرمود. سپس متن آزادنامه رستم ذکر شده است که برای آموختن رسم و رسوم و آیین پادشاهی کیانیان موادی جالب است. پسری کیکاووس سیاوش از آوان کودکی تحت سرپرستی و تربیت رستم بوده بهترین فضیلت‌های انسانی، صفت‌های پهلوانی، میدانداری و رزم و نبرد مردانه را از او آموخته است. اگر دامن روایت سیاوش را مختصر نموده موافق معلومات سرچشمه‌های ادبی و تاریخی، علل خصوص تاریخ بخارای نرشخی، تاریخ طبری بلعمی، مروج الذهب مسعودی و شاهنامه فردوسی آوریم، او چون شخصی دلیر و زیبا و پاکتینت گرفتار تهمت و بی‌عدالتی ها می گردد و عاقبت از جانب افراسیاب تورانی کشته می شود. اصلاً معنای نام سیاوش را سواره اسب سیاه تفسیر کردند که در اوستا به شکل سیاورشن و در منبع‌های فارسی میانه با نام سیاوخش ذکر شده است. مرزهای جنگ و جدال و دامن فعالیت سیاوش نیز چون پادشاهان دیگری کیانی اساساً در سوخت و باختر و پهناهای خوارزم گذشته است. اکثر کلی سرچشمه‌های تاریخی و ادبی سیاوش را بنیادگذار و آباد کننده چندین شهر و قلعه ها از جمله گنگدیش و سیاوشگرد شمردند. به قول مؤلف تاریخ بخارا
سبب بینای ارک آن بود که سیاووش ابن کیکاووس از پدر خیش بگریخت و از جیحون بگذشت و نزد افراسیاب آمد. افراسیاب او را بینواخت و دختری خیش را به زنی به وی داد. سیاووش خواست که از وی اثری ماند در این ولایت، از بهر آنکه ولایت او را عاریتی بود. پس وی حصاری بخارا آباد کرد و بیشتر آنجا بودی. میان وی و افراسیاب بدگویی کردند و افراسیاب او را بکشت و در حصار بدان موضع که از دری شرقی اندرای اندرونی دری کاه فروشان آن را دروازه غوریان خوانند و او را آنجا دفن کردند و هر سال هر مردی آنجا یکی خروس برد و بکوشد. پیش از برآمدن آفتاب در روز نوروز و مردمان بخارا را در کشتن سیاووش نوحه هاست، چنان که در همه ولایت ها معروف است و مطربان آن را سرود ساختند و میگویند و قوالان حافظان آن را گریه مغان خوانند و این سخن را زیادت از 3000 سال است. پس حصار را به این روایت بنا کرده است. ناگفته نماند که در حدود قلمرو سغد قدیم در فاصله 40 کیلومتر دورتر از سمت غربی بخارا خرابه های شهر قدیمی ورخشه پیدا شده است که باستانشناس شیشکین آن را به هزاره یکی تامیلات منسوب دانسته می افزاید که این شهرستان در دوره کوشانیان عمری دوباره یافته است. همچنین در سمت شمالی سمرقند کنونی خرابه های شهر افراسیاب واقع است که مساحت عمومی آن 219 هکتار میدان را فرا گرفته. آغاز بنیاد آن را تقریباً به عصر 6 تامیلات نسبت می دهند. بعضی عالمان و باستانشناسان آن را به همان شهری آوازدار افراسیاب نسبت می دهند که سیاووش شهری سیاووشگرد را در قیاس و رقابت آن ساخته باشد. تا کدام اندازه اساس داشتن یا نداشتن این قضیه را به باستانشناسان واگذار نموده، همین را تأکید می نماییم که در عهد پادشاهی کیانیان در قطار شهرهای باختری قدیم شهرهای آباد و آوازداری سوخت نیز قامت می افرازند. شهری افراسیاب دارای کهندیزی 4 کنجه بوده، حدودی شهرستانش با 4 حلقه دیوار احاطه شده بوده است که به قول مرکزی سوخت باستانی یا از کلانترین شهرهای آن به شمار می رفته است. موافق مدرک های علمی باستان شناسی، سمرقند قدیم یا خود مرکزی آن در جای خرابه های شهر افراسیاب واقع گردیده بود. در جریان تحقیق این شهر نشانه های مسکن عصرهای 6-4 پیش از میلاد که در قسمت شمال و غربی افراسیاب وجود داشته تقریباً 50-70 هکتار را اشغال می کرده است پیدا کرده شد. هنگام حفریات افراسیاب در طبقه های به همان زمان تعلق داشته بقیه امارت‌های شهر از خشت خام و گیل، ظرف‌های گرده‌ای با چرخ و دست ساخته شده، دیگ و دیگچه‌های درشت ساخت، همچنین بیلچه آهنی، داسی آهنین، آینه برنجی و غیره که درباره بعضی اسباب و آلات و اشیای آن وقت تصورات پیدا می کناند یافت شدند. مهر سنگی با تصویری پادشاه یا خدایانی کمان در دست نیز به همان دوره منسوب است. خرابه های شهر افراسیاب شهادت می دهد که در سوخت قدیم مثل باختر حیات اقتصادی و مدنی رو به انکشاف آورده،
برابر زراعتکاری و رواج یافتن پیشه کشاورزی، همچنین ساحه‌های مختلف هنرمندی و کاسبی از جمله صنعت معماری و شهرسازی خیلی پیش رفته بوده است. شهر سمرقند باستانی یکی از مهمترین مرکزهای تجارتی بوده. راه‌های بزرگی کاروانگردی آن شهرتی تمام داشته است. رفت و آی میان کشورهای شرق و غرب و حتی کشورکشایی و لشکرکشی ها توسط این راه صورت می گرفته است. شهر سمرقند باستانی را نام برده از مبارزه های شدیدی باختریان و سغدیان بر ضد اسکندر مقدونی در آستان این شهر نیاگانی سربلندی تاجیکان یاد آوردن امر خیر است و این تلاش و نبردها را بهر آزادی و شکستن زولانه اسارت بابا جان غفوروف خیلی خوب تصویر کرده است. اسکندر پس از اشغال کردن نمطاق به مرکزی سوخت مراقند نامی سابقه سمرقند روانه شد و آن را ضبط کرد. به قول کوینت کورتسی اسکندر در شهر گرنیزان گذاشت و دهات اطراف را سوخته به خرابزار تبدیل داد. سپس او با لشکر یونانی به سمت شمال شرقی حرکت نمود، لیکن در این راه به مشکلات بزرگ دچار گردید. سغدی ها همه چون یک تن به مقابل استیلاکاران یونان و مقدونی سر برداشتند. وقتی که مسئله آزادی و استقلالیت وطنشان به میان آمد، آنها با تمام مردانگی برای مدافعه کشور خود بر ضد استیلاگران یونانی چنان مبارزه بردند که این مبارزه درخشانترین صحیفه های تاریخ قدیمی خلقهای آسیای میانه را فراهم آورده است. یکی از اولین نمونه های این مبارزه برخوردن تجاوزکاران یونانی با طایفه های سغدی ولایت کوهستانی استروشن می باشد که در وقتی از کوهساری بین مراقند و کیراپال گذشته ایستادن اسکران اسکندر روی داده بود. شاید زمانی بنیادشوی شهرهای ورخشه و افراسیاب را باستانشناسان از 2.5-3,000 سال بیش ندهند، ولی دلیل آورده نرشخی را از بابت سازنده نخستین حصار بخارا بودن سیاووش و تا زمان خودش 3,000 سال داشتن این تاریخ را با 1,000 سال فرقیت عهد نرشخی و زمان ما 4,000 سال می شود، این کار کردن ناممکن است. و بر تکیه همین دلیل ها می توان افزود که در دوره پادشاهی سلاله کیانیان حدود جغرافی و دامن مرزهای باختر قدیم گسترش یافته، در پهلوی باختر زمین با سغد قدیم با شهر و شهرستانهایش قامت می افرازد. این دو مرزی از لحاظ تاریخ، خلقیت، ارزش‌های معنوی، رسم و آیین، کیش و مذهب، عنصرهای زبانی، اساطیر و روایت، آثار ادبی و ده‌ها نشانه‌های دیگر هم تقدیر و هم قسمت گهواره دولتداری نخستین تاجیکان را به جنبش آورده در طول 1000 سالها چون طفل پرورده یک گهواره باری سرنوشت ملت تاجیک را کشیدند. این عقیده را می توان باز با دلیل‌های آورده باستانشناسی معروف یعقوبوف تقویت بخشید. چطوری که ما می دانیم برای دولتی بزرگ ساختن غایه عمومی دین یگانه ملی لازم بود. پیشوای چنین غایه دینی عمومی آریانی زردوشت گردید. ویشتاس دین یک خداوندی را از زردوشت پذیرفت و همراه پیغمبر
به مقابل بسیار خدایی، بت پرستی و کویهای خودسری آریا شهر مبارزه برد و دولتی بزرگی باختر را تشکیل نمود که به آن همه ولایت‌های آسیای میانه، افغانستان، سیستان و خراسان کنونی ایران داخل می شدند. تشکیل شدن دولتی بزرگی کیانیان در ولایت‌های کشاورزی آریای شرقی صحرانوردهای توران را مجبور ساخت که با سروری ارجاسپ متحد شوند و به مقابل ویشتاسپ و زردوشت مبارزه برند. همین طور در آسیای مرکزی دو دولت، کیانیان و تورانیان پیدا می شوند. سواری به میان می آید که دولت‌های ذکر شده کی در کدام عصرها ارزی وجود داشتند. ما می دانیم که زردوشت هم زمانی ویشتاسپ بود. آریمان اوستاشناس درباره زمان زردوشت 3 دوره، عصرهای 9، 6، 16، 10 و 3000-6000 سال پیش از میلاد را پیشنهاد کردند. به عقیده ما عصرهای 16-15 پیش از میلاد به حقیقت نزدیک می باشد، زیرا در نزدیکی شهری دربند ولایت سرخاندریا باستانشناسان ازبکستان یادگاری را کشف نمودند که شهری عصری برنجی می باشد. این شهر دارای دیش شهرستانی به مساحت 100 هکتار زمین را دارد. در مرکز شهر معبد آتش را در بالای بنیاد 2 متره ساختند. معبد با تمام رسوم‌های دینی زردوشت ساخته شده است. چون این معبد بی موجودیت دینی سنتی و دولت پر اقتدار ساخته نمی شود. شهر به عصر 15-14 پیش از میلاد نسبت دارد. شهر از روی نقشه پیشکی و با صنعت بلندی ساختمانی هنرمندی باختری ساخته شده است. شهرهای کشف شده هزاره دویم در باختر دلیل آن می باشند که در این دوره دولتی بزرگی وجود داشت و آن به زمان کیانیان از جمله ویشتاسپ و زردوشت نسبت دارد. بعد از کیکاووس به تخت کیانیان کیخسرو نشست. لشکرها را امیدی زیادتی نکویی داد و رعیت را به عدل و احسان نوید داد. پس گفت از افراسیاب ترک کینه پدر خواهیم خواست، باید که همگان ساخته باشید. کیخسرو فرمانها فرستاد تا همه لشکرهای ایران به دشت شاه ستون به اعمار بلخ جمع آیند و چون جمع شدند لشکر را عرض داد و ترتیبها کرد و سری همه اسفهبدان گودرز را گردانید و درفش کاویانی را بدو سپرد و پیش از آن به هیچ اسفهبد نسپرده بودند. و چون افراسیاب از این حال خبر یافت، میان ایشان جنگی در پیوست که هرگیز مانند آن را کس نشان نداشت و با عاقبت ظفر کیخسرو را بود و افراسیاب هزیمت شد و بعد از آن به آذربایجان گرفتار آمد و کیخسرو او را بکشت و خون پدر بازخواست. هنگامه های لشکرکشی کیخسرو را مختصر نموده از روی اخبار سرچشمه های بالایی می افزاییم که مدت پادشاهی او 60 سال بود. در اوستا مخصوصاً یشتها نام کیخسرو به شکل کوی خوسروه با صفتی پیوند دهنده کشورها پدید آورنده شهریاری وامی خورد. در آثار ادبیات پهلوی نیز چون شاهی بزرگ، پهلوانی نیرومند و یکی از شخصیت‌های دینی تصویر شده است. پادشاه نوبتی سلاله کیانیان لهراسپ می باشد که او نیز شهر بلخ را مقام سلطنت خود قرار داده بود.
اول کسی که سرای پرده ساخت او بود و دیوانی لشکر نهاد که ما آن را دیوانی ارز خوانیم و تختی زرینی مرصع به جواهر ساخت و شهری بلخ را دیوار کشید و عمارتها کرد. در شاهنامه فردوسی نیز لهراسپ چون پادشاهی عادل و رعیت پرور تصویر شده. آغازی سلطنتی او از ساختن آتشکده مهربرزین در بلخ ابتدا یافته است. چو لهراسپ بنشست بر تخت عاج، به سر برنهاد آن دل افروز تاج. جهان آفرین را ستایش گرفت، نیایش ورا در فزایش گرفت. یکی شارسانی برآورد شاه، پر از برزن و کوی و بازارگاه. به هر برزنی جایی جشنی سده، همه گیرد بر گیرد آتشکده. یکی آذری ساخت برزین بنام، که بود با بزرگی و با فر و کام. لهراسپ برای آبادانی شهرستانی بلخ بنیادی بازار و رسته‌های تجارتی، کاروانسرای و مرکزهای سودا زحمت زیادی به خرج داده، روابط تجارتی و فرهنگی را با کشورهای هند و چین و روم گسترش می دهد. گمان غالب آن است که شاید در زمان پادشاهی لهراسپ راه‌های نوی کاروانگرد گشاده شده، لاجورد و بلور و دیگر سنگ‌های قیمت‌بهای بدخشان به کشورهای دور و نزدیک عالم انتقال داده می شدند. و عجب نیست لاجوردهای بدخشی ذکرشان در بالا رفته را که چون غنیمت به دست لشکرکشان آشور افتاده بودند، محض سوداگران سغدی و باختری توسط شاهراه لاجورد به قلمرو دولت ماد برده باشند. بیهوده نیست که بابا جان غفوروف تأثیر تمدن خلقیت‌های آسیایی میانه را در آفرینش آثاری باشکوه صنعت سلاله هخامنشیان تأکید کرده، از باختر و سغد و خوارزم بردن چندی از مصالح آرایشی نادر را ذکر می نماید. طبق نوشتجات دارا برای ساختمان قصر شوش از باختر طلا، از سغد لاجورد و عقیق، از خوارزم فیروزه برده شده است. این معلومات اینچنین اخبار مؤلفان قدیم و حفریات باستانشناسی از درجه بلندی ترقیات کاری معدن در آسیای میانه و تأثیر آن به پیشرفت کاری معدن در ایران شهادت می دهد. ناگفته نماند که لاجورد آسیای میانه در هندوستان، بابل و مصر هم مورد استفاده بوده است. پادشاهی گشتاسپ آوازدار که ذکر نام او در تاریخنامه‌های پهلوی و یونانی چون حامی و پشتیبان زردشت پیامبر بسیار رفته است، هنگامی بر حیات بودن و گوشه‌نشینی را اختیار کردن پدرش لهراسپ آغاز می یابد. یکی از تواناترین دانندگان قصه گشتاسپ و هنگامه‌های شهر بلخ، فردوسی بزرگوار، لحظه از تخت رفتن لهراسپ و به جای او آمدن گشتاسپ را از زبان شاعر دقیقی چنین می نگارد: چو گشتاسپ داد لهراسپ تخت، فرود آمد از تخت و بربست رخت. به بلخی گزین شد بران نوبهار، کی از دان پرستان بود آن روزگار.
مران خانه را داشتندی چنان، که مر مکه را تازیان این زمان. چو گشتاسپ بر شد به تختی پدر، که فری پدر داشت و بختی پدر. به سر بر نهاد آن پدر داده تاج، که زیبنده باشد به آزاده تاج. گشتاسپ نیز چون دیگر پادشاهانی کیانی شهری بلخ را چون پای تخت آباد و محتشم نگاه داشته، در دیوان و دولتداری قاعده های نو افزود. اولین آیین آورد که مرجعی رجوعی آغاز همه کارها با وزیر باشد، از دخل و خرج و حل و عقد. و وزیر را بزرگ فرمای خواندندی و صاحب دیوانی انشا را دبیر قد، دبیری خط، منشی خواندی. و این دبیر قد عاقل ترین و ذکی ترین و بیدار دیل ترین از همگان بودی. از آنچی دبیر زبانی پادشاه است و مصالح مصلحت ملک به قلم او مضبوط استوار شود. و دو دیوانی دیگر نهادند، یکی دیوانی خراج و دیگر دیوانی نفقات. هرچی داخل بودی به دیوانی خراج اثبات، ثبت، روی خط و ضبط حفظ کردندی، و هرچی خرج بودی و مواجبی، معاش، واجبات، لشکرها و حواشی، نزدیکان، اشراف و دیگر اخراجات، خراجات به دیوانی نفقات رجوع بودی. و دبیر معروفی مرتب ترتیب بودی در درگاه، که مرتبت‌های مردم نگاه داشتی، از فرزندان تا اسفهبدان، تا سراهنگان، تا حاجبان، تا خواجگان، تا طبقاتی حشم و حواشی و افنایی نسبش ناعیان مردم. مرتبه هر یک از ایشان در نشستن و ایستادن نگاه داشتی، و جای هر کس در خدمت بارگاه و دیوان و سرای ضبط کردی، تا هیچ کس از اندازه خیش نگشتی، و چون در مرتبه خلاف یا شبهتی بودی رجوع بدان دبیر کردندی. ذکری پادشاهی گشتاسپ در یشت‌های اوستا، یادگاری زریران، بندهیشن، همچنین گشتاسپ نامه و شاهنامه فردوسی آمده است که او را همچون حامی و پهن کننده تعلیمات زردوشت توصیف نمودند. در اوستا و دیگر آثار ادبیات پهلوی نام گشتاسپ در شکل ویشتاسپ ذکر گردیده است که معنایش دارنده اسبی چموش، ناآرام یا ساو می باشد. دوره پادشاهی گشتاسپ اوج مبارزه های شدیدی با شندگان مقیمی، زراعتکار و چارواداری باختر و سکایی های بادیه نشین آریایی نژاد می باشد که از روی دین و آیین سابقه طرز زندگی کوچمنچگی را افضلتر می دانستند. شنونده های گرامی، شما گفتار 16 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخول، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.